دوما بله السلام علیکم. عبدالرحمن و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. زنک بعد تولد بعد 40 روز نماز خواندنش ممکن یا که 40 روز گذرات هم مقصد وقتی حیضش تمام نشد یا که خون بیاید و اش چه میمون بعد 40 اصلا روز هم خواندن ممکن. نفاس باید اون حیض و نفاس به هر حال نام‌های گوناگون دارد، ولی گاه نفاس هم حیض گفته میشد، حیض هم نفاس گفته میشد. بله این خونه که بعد اینکه کودک تولد شد رحم زنها این خونهای باقی مانده رو به بیرون اخراج میکند و بار اول اگر تولد کرده باشد 40 روز منتظر میشد، اگر چنده که در 30 روز یا در 35 روز پاک شود هم، برای اون که نمیداند که شاید بدی 2 روز یا بدی 1 روز یا بدی 1 نماز باید با خون بیاید. بنابراین وقتی که خون کی کنده شد حالا که 40 روز نشده است نماز نمیخواند، بلکه منتظر میشد بار اول تا 40 روز. بعد اگر فرزند دویومش تولد شود بار اول اگر در 30 روز پاک شده باشد یا در 35 روز پاک شده باشد، بار دویم هم وقتی که در همون روز که پاک شد الکی بار دویم 40 روز منتظر نمیشد، یعنی در همون 35 روز یا 37 روز یا 38 روز غسل کرده نمازهاش رو خوانده میگیره، چون که الکی عادت این زن معلوم شد. اما اگر از 40 روز زیاد شود در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هر یک خونه که بعد 40 روز میبود و استحاضه هست میگن. استحاضه اون از رحم نمی بیاید و اون از رگ می بیاید، اون خون از قعر رحم نیو از رگ می بیاید، اون نفاس نیست میگن. بنابراین غسل کند و نمازهاشو خواندن گیرد میگن. الله تعالی علم. به هر حال به دکتر مراجعت کند برای آنکه باید از 40 روز زیاد خون نبیند. اصلا زنی سالم همین قدر خون میبیند. الله تعالی علم.